آقا سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیوی دوم ما. توی این ویدیو قراره با همدیگه یه مسابقه خیلی جذاب داشته باشیم. ما هر کدوم یه کارت داریم نفری، یه کارت بانکی که توش مبلغ 1,500 پول هست. میخوایم بریم با این از جاهایی که قرار نیست به هم دیگه بگیم خرید کنیم و بعدش بریم بساط کنیم. قراره اینا رو بساطش کنیم، توی خیابون بفروشیم و هر کسی تونسته باشه این رو تا ساعت 8 شب 2 برابرش کنه. چیکار می‌کنی؟ قطعا من برنده میشم. قطعا من برنده میشم دوباره انگار مثلا ویدیوی قبلی ما تونستیم ببریم. نه خب بالاخره تو اونجا باختی، ولی خب دوباره من برنده میشم. ولی تا ساعت 8 شب ما فرصت داریم که پولمون رو 2 برابر کرده باشیم. به علاوه هر کدوممون یه فیلم بردار داریم. من تو تیم راجانم، زریانم تو تیم مانی. باید ناهار همدیگه هم بریم. یعنی اینکه من که الان مسیح کامرانی ام، ناهار راجان با منه و علاوه باید از اون بودجه 1,500 که داره این هزینه پرداخت بشه. حق ندارم به بیشتر از این دست بزنن. امروز کلا یک بودجه 1,500 ما داریم برای هر گونه خریدی که هست. اینجا موتور اونجر کاستومایز شده رو نگاه. عجب موتوریه. اینجا الان بازار 15 خرداده. حالا ما دیگه این ترکیه از کجا بوده؟ اینجا الان بازار 15 خرداده. ما قراره از هم دیگه جدا شیم تا ساعت 8 شب هم دیگه رو نمیبینیم. تا اون موقع بریم ببینیم کی چی کار میکنه. دمتون گرم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. اونایی که طرفدار منن کامنت بذارن. طرفدارت نیست. بریم ببینیم چه خبره. یه برنامه خیره کننده بین زریان و مسیح، کدومشون میشه برنده؟ اگه نمیدونی کارای دیگه چجوریه داشت، پس منتظر مامودی زونیا باش. از کارای ببین زریان، میخوایم بکنیمشون تو قوطی. ناز 60 یه حرکتی بزن. ببین ادا اصولا کری خوندن برای آدمای لو لوله. میدونی چی میگم؟ اینا من میشم. تو مرد عملی. من مرد عملم. تمام شد و رشت. شکستشون میدیم. حتی شکست کاملا تلفظ نمیکنم، فقط کافی بگم تا بفهمین شکست کردیم. برابریم کامرانی. آقا خب ما الان اومدیم داخل بازار 15 خرداد. من و همتیمی عزیزم بچه کف بازار. آره اومدیم اینجا و اینکه حالا هر کدوممون باید یه چیزی انتخاب کنیم ببریم بفروشیم. خب اینجا دقیقا من زریانینا اینا هاشم روبرومونن دارن اونم ویدیوی خودشون رو میگیرن. ما به نظر تو چی بگیریم؟ ویدیومون خیلی بالاتر. آره قطعا ویدیومون که بالاتر. از همینجا کلکل رو شروع کن. ما بازم چیکار کنیم؟ چی بگیریم؟ خوردنی بگیریم راحت‌تر رو دست. اینجا یه پاساژ داره. اون پاساژ کلا وسط گردنبند بود. اینا میگه اکسسوری. آره بریم ببینیم اگه اونجا بازه یه سر اونجا بزنیم. خب اگر که اونجا بسته بود میریم جورابی کلاه چیزی. آره اوکی. بله. بله. پس ما الان میریم سمت همین خیابون مروی، داخل پاساژ مروی. اونجا کلا از این گردنبنده و سنگا و اینا میفروشه. هر کی هم که بساط میکنه داخل اونجا چیز داره، یعنی مغازه داره خیلی ارزون و خوب میفروشه. می‌خوایم بریم اونجا ببینیم چیز آیدمون میشه، اصلا پاساژ باز هست یا نه. چون امروز جمعه است. خب بریم ببینیم پاساژ بازه یا نه. اگر که باز نبود یه وقت میریم بر پلن بیمون ببینیم چیکار باید کنیم. یکی بعد از ظهر. آره مرام پهلوانی. ما این بدبختا رو اینا رو میگن میخوایم بفرستیم برن. خودمون بریم دنبال کارمون. برید. سیست به برنده بودن نمیخوره تو. سیست برنده رو بگیر چجوریه؟ سیستای برنده همیشه خوشگله. آقا ما الان وارد خیابون مروی شدیم. تیم یک که ما همیشه اول که خداست. اول یک تیم اولش که خداست، تیم دوم ما هم، تیم آخر هم که همیشه معلومه. بریم ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم دیگه. اینجا خیلی هم جای
خیلی هم جای قشنگیه، خیلی هم جای قشنگیه. بیا مخلصیم، بریم ببینیم چی کار میتونیم کنیم. ما هم باید یکی از اینا رو بساط کنیم. حالا چیزای مختلفی رو افراد آقا پاساژ باز. این اون پاساژیه که خوبی؟ این اون پاساژیه که ما می‌خواستیم بریم، فقط یا ابوالفضل. نگاه کنید تا حالا چیز به این کوچولویی و قشنگی دیدین تو زندگیتون؟ آقا سلام مجدد. ما الان یه مغازه رو بالاخره تونستیم پیدا کنیم، چون که روز جمعه است متاسفانه همه مغازه‌ها بستن، خیلی تک و توک بازه. ولی آقای عیسی‌زاده عزیز خیلی به ما لطف دارن، الان مغازه‌شون باز بود. ما خیلی شانسی هم دیدیم، داشتن قفل میدادن بالا که به یکی از دوستانشون سنگ بدن. ما سریع اومدیم داخل مغازه. به شدت سنگای جذابی دارن، یه طیف دیگه خودتون رنگا رو، اینا همه سنگه، همه سنگای خیلی جذاب، هم سنگ مدل دستبندی دارن، هم بیاین و راجان داره نور میگیره چون که اینجا نورش فلیکر داره پت پت میکرد، هم سنگای مدل راف دارن که میتونید ازش خریداری کنید. هر مدل سنگی که بخواید، حتی اینجا سنگایی داره که مثلا یشم شبیه فیل برش خورده، سنگای خیلی مختلف داره اینجا، میتونید حتما خرید کنید. ما خریدمون رو کامل کردیم، دوباره برمیگردیم پیشتون. دمتون گرم بچه‌ها. اینم برای مشتیاست، همشون سنگه. یونیکورن داره، خدای بازار. بچه صاحب مغازه لطف کردن به ما ظرف دادن که ما توش بچه های کوچولو بذاریم. خدای بزرگ، پاندا رو نگاه کنید. بفرست برای پاندا. آقا بی نظیرن واقعا. چه مغازه قشنگیه. بچه ما میریم کارا رو انتخاب میکنیم، نتیجه رو بهتون اطلاع میدیم. بله. اسماشو بلد نیستم، فقط میدونم یه دونه از اینا گرفتیم، یه دونه از اینا گرفتیم. بعد چی بود؟ کدوم؟ میز الان میبریم نشون میدیم دیگه. آره من گفتم مشکی بگیر، من اصلا مخالفت کردم مشکی نمیگم. بگی مشکی بگی فیلم مشکی ببین، نه حالا نظر که نمیتونیم سریع بپرسیم، هیچ چی دیگه کنسل مشکی. برنامه رو شادش کنیم مشکی نه. آره مشکی. الان 480,000 تومان ما فقط خرید کردیم و اومدیم این همه اکولی خریدیم. الان هم بریم شباب بخوریم. بیا بریم شباب بخوریم. آقا ما خریدمون رو انجام دادیم، ولی متاسفانه توی پاساژ این حراست و نگهبانی و اینا نمیذاشتن که ما بتونیم فیلم برداری کنیم. بعد یه مسئله دیگه ای که داشتیم این بودش که ما یه فلیکر خیلی خیلی زیادی داخل محیط اونجا داشتیم و حالا تو یکی از ویدیوها هستش که آقای عیسی‌زاده رو ما داریم نشون میدیم تو خرازشون رو، خیلی فلیکر داشتش، تو پت پت میکرد. سر همین گفتیم بعدن که شما اعصابتون خورد نشه چیز نکنیم. ولی کلا آدم بازار میاد واقعا روحش زنده میشه، اصلا قشنگ خوشگل. آها راستی اونم بازنده ها به من زنگ زدن کری میخونن، میگن که شما فعلا نیست بیسارید خان از رو کارهای ما اسکی برن، میپرسیدن جنساتون چیه. ما کلی سنگ خریدیم، کلی گردنبند و نمیدونم گوشواره و سنگ و اینا میخوایم درست کنیم و بفروشیم. حالا زنجیر و اینا هم گرفتیم، حالا باید بریم یه جا بشینیم از این جعبه هایی که میخوایم ما نیم ست و ست و اینا درست کنیم، این چیزا رو باید بریم تهیه کنیم دیگه. آره بریم اینا رو ببینیم از این جعبه کوچولو کجا میتونیم پیدا کنیم برای کارامون و اینکه بعدش بریم یه چیزی بخوریم چون خیلی 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 گشنمونه و بعدش هم باید بریم سر لوکیشن بساطمون گردنبندامون رو درست کنیم. یه مسئله‌ای که الان داریم اینه که ما دنباریک نداریم. از چی باید استفاده کنیم؟ دنباریک میخریم اشکال نداره. چیه؟ آدمای برنده
ما از اول برنده به دنیا آمدیم و برنده هم میمیریم. Ambitions brings power. Losers. این وسط هم برنده. ما پیتزای 3 نفره سفارش دادیم. عکسین داریم. خودم آهنگ پلنگ الان شما با من دارید چطوری بازنده؟ 3 نفره میخوریم. یه اشکال نه تو هم بزن من هیچی بهت نمیگم. نهار برده داداش. نهار برده؟ غذای بعد سرگی نهار برده کی خورده؟ شهیدت شهید رنده نشیمشتی سر ما داش چند تا مشکل دیدی برده ما؟ این خطرناک‌ترین قاتل سری جهان چند سالش بود 13 سال. حالا میدیم از خجالت بکش تو 19 سالته نصف اونم چند سالم؟ با هر ساله 23 سال. دیگه تو از رده خارج شد. چی از رده خارج شده؟ الان قاتل نیستی تو مقدونی. الان میزنه تو بابا این هم تیمیمه. ولی میزنه تو بازاش دیگه اگه فاز نمیدیم چی نمیدین؟ رقابت نباشه حال نمیده. الان باید مسیح یه کاری کنه زریان بزنه تو دهنش. کلکل بره بالا. نگاه کن چه عاشقانه نه خودم مرسی. تو چی؟ این خودت اول بخور نده. اعتماد موج میزنه اعتماد موج میزنه نه خودم. هم تیمی بود مثلا. بیا با هم تیممون رو عوض کنیم به خدا بیا ولی تو بازنده ای قبول کن من نوکرتم ببین اون پاساژه بود کلا خوردن یعنی گفتن همه‌شون خوردن فقط 5 تا از مغازات بودن باز کردن 5 مغازه باز نکن کلا کل پاساژ رو میگفت طرف ما اومدیم رسیدیم پارک لاله. زریانو که میبینیم اونجا اعصاب ختمتی و مسیح بازی که همیشه کارش درسته دیگه داره بساتون میچینه. چرا ما عصبی بعد شما فنی کار دیگه عصبی میدونین داریم میبازیم دیگه. باشه خودت نصف افتادی کلت ری میدونن که میخوام قیافه بازنده رو ببینم. برنده آره اینم برنده همیشه مشخص تره آره ببندیم کی میبره. ما میبریم دیگه میبریم مسیح نظرش چیه در مورد بساط؟ دوستان یه توضیح بدم. من امروز متوجه شدم که مسیح قبلا با زریان همین حوالی چیز کردن بساط کردن و واقعا برام همینجا دقیقا همینجا بساط کردن و برام خیلی جذاب بود. الانم یه حس نوستالژیک میده به آدم که مسیح داره. مسیح چه حسی داری؟ آقا من واقعا بعد از این همه وقت دوباره برگشتم اینجا خیلی خوبه. من اینجا یه سری دوستم داشتم خیلی وقت ندیدمشون و متاسفانه گمشون کردم. امیدوارم که این ویدیو رو ببینن. اگر که دارن میبینن یه راه ارتباطی توی کامنت بذارن که من بتونم باهاشون ارتباط بگیرم. مثلا یکیشون آقا محیط بود، یکی از دوستای خوب ما که متاسفانه زمانی که ما از اینجا رفتیم دیگه من ارتباطم قطع شد. گوشیمو که عوض کردم کامل دیگه همه هر ارتباطی که داشتم با ایشون از بین رفت. امیدوارم امروز که داریم این کار رو انجام میدیم بتونیم ببینیمش. اگر که یه موقع اومد تو ویدیو حتما ایشون رو به شما نشون بدیم. ایشون هم خودش یکی از مستندسازای خیلی بساط بازه خوب بوده و هست. زریان بازی، زریان حس تو به بساط چیه؟ الان یاد چه دورانی افتادی؟ الان یاد دوران بی خانمانی و زندگی در خوابگاه چمران افتادم. کفخوابی خوابگاه ما خوابگاه چمران، خوابگاه دانشگاه تهران و خیلی جای به شدت ناخوشایندی بود. مسیر طولانی مزخرف، شب باید میرفتیم تاکسی میگرفتیم. اما الان خوشحالم که از شر اونجا خلاص شدم و دارم دستفروشی رو به عنوان یک تفریح امتحان میکنم، چون واقعا شغل چالش برانگیزیه، خصوصا
برای یک دختر تنها. دانشجو. به این معنا نیست که انجامش ندین. انجامش بدین، خیلی ممکنه کسب درآمد کنین، ولی چالش برانگیزه. باید روحتون رو خیلی قوی کنید. به یاد قدیم. به یاد دوستان مثلا یکی از چالشش همینه، یه جا رو پیدا می‌کنی می‌خوای بساط کنی، مردم میخوان رد شن، میخوان بشینن. ما هم باید مراعات کنیم دیگه، مثلا تا اونجایی که میشه روی نیمکت‌ها و نمیدونم اینجور چیزا نباید بساط کنیم بچه‌ها. چون خیلی از پیرمردا میان مثلا ایراد میگیرن، میگن پیرزنا میان ایراد میگیرن، میگن که این کاری که دارید انجام میدید اشتباهه. حرفشون هم تا حدی درسته ها، ولی دیگه دستفروشی هم شرایط کارش همینه. اولین مشتریامون اومدن. خانم حستون چیه؟ شما اولین مشتری ما هستید. حس خوبی دارم. خواهش میکنم. اینم سنگاییه که تیم منو مسیح گرفته و ذوق مشتری. ما قدیم اینجا دستفروشی می‌کردیم، الان اومدیم ویدیو بگیریم که نشون بدیم شغل دستفروشی هم یه سلام بده. فعلا 3 نفر فایدوشی الان اشکال نداره، بیشتر میشه. بودیزم. مسی الان باید بریم تو ساخت دیگه، درسته؟ شما بریم تو ساخت، بیاد بشین که با هم. آره بریم تو ساخت. بچه‌ها خیلی خوشگله. من عاشقشم. با این یه چیزی براتون بزنم پشمام بریزه. حالا خودم برز. آقا زریان اولی و فروخ، برو زریان رو بگیریم. دوربین ما دست کیه؟ دست خودتونه، دوربین مال ماست، باید دوربین خودشون بگیرن آجا. ولی اشکال نداره، این دوربین ما رو بگیر. ما رو بگیر. آره ما به تیم حریف باچ نمیدیم. یه جمعه تازه رفتیم بازار با هم دیدیم بازه، اونجا شروع شد یه قصه تازه، این کلیپ مودیز اون روز تو میسازه. یه جمعه تازه رفتیم بازار با هم دیدیم بازه، اونجا شروع شد یه قصه تازه، این کلیپ مودیز اون روز تو میسازه. دوستان میخوایم فخر بفروشیم. به نظرتون ما چقدر فروخته باشیم خوبه؟ مسیحینا کلن یه دونه فروختن، اونم یه ریسه کامل از سنگ هایی که خریده بودن 130 تومن رو فروختن 150 تومن، ولی ما 19 تا فروختیم. 1 تومن تا الان فروختیم، در حالی که هنوز انقدر از جنسمون مونده. به این میگن چی؟ جردن بلفورت، برگ وال استریت. دوستان ما اینا تولیدات گردنبندمون هستش، گره قنچه‌ای رو مشاهده میکنید در پس کار که به صورت کشویی عمل میکنه و میتونید این رو از ما تهیه کنید. خب این تهش هم یه 2 تا چیز بذار. گذاشتم دیگه اینا. گذاشتی خوبه باش. کاملا ساده و بی‌ریا. به درد مجالس شب میخوره. جزئیاتو دیگه نگو دیگه. چیه این؟ این گردنبند. سلام. سلام داداش. خوبی زیبا. مخلصم. اینا همش زنونه اصلا. داداش مردونن بخوایم ما رو تولید. مردونه تر از این. اینا رو مردا استفاده می‌کنن. این مردون است. تر از اینا دیگه، از اینا مردونه تر ما داریم. پپسی کولا. برای چی می‌خوای داداش؟ حالا با ببینم. مرسی. ببین ما یوتیوبریم. خب یه روز اومدیم دستفروشی کنیم. یه روز 2 روز. نه یه روز. ما شغلم. فقط یه روز؟ آره دیگه ما. چرا یه روز خب؟ کلا کار یوتیوبر که یک روز شغلای مختلف رو تست می‌کنیم. چالش‌هاش رو به عنوان زن و مرد. یه دونه سگ من اون موقع داشتم تلفنی حرف می‌زدم. آها پیداش کردن. چشش آبیه؟ دیگه نمیتونیم رنگش کنیم متاسفانه.
شما شبیه خودت هم اسمتون رو بردارید. وای یونیکورن طرفدار داشت بالاخره. جانور واقعی مورد علاقه برسه منه. بگیریم اینو. فقط از این سنگا بودی؟ مگوله. چه سنگی میخوای؟ چی میخوای؟ مرمر. برای هدیه بدی؟ نه برای خودم میخوام. ببین اینا لاجورده، اینا لاجورده. نه لاجورد واقعی. اینا رو بازار خریدیم. نگاه نکن اینطوری داری درستش می‌کنی. موشو الان که با این نوره ببینی. سودالیت هم نیست. برو اون نوره ببینش. این من دیدم. یه سگ دیگه هم دیدم. این بیشتر از زنونه نمیخوره بکنه. نه میگم ببین سنگو، میگم سنگو. خودش تنوعه. بیا دکتر بیا. نه آقا ولک. چی میشناسی تو اینستا؟ نه والا. دکتر گیکش. مشتریای پر دکتر گیکش آندرلاند دکتر تقوی. آقا ایشون خود گیکش هستن. متخصص از هیچ کی هم نمیترسن. متخصص ربات صلیبی این آقا و همچنان زیرش مشاوره گیخاری. ایشون همکار ما هستن گیکشی مشاور املاک هم دارن. اول گیر ساختمون خالی میکنن بعدشون اصلا میفروشن. تو به سیسپو ببین به دماغ ببین دیگه. ببین به کی میخوره که بوی انا خوب بکشه به این آقا خدا هاللویا. خب بچه‌ها نظرتون در مورد ویدیو امروز و تفریح امروز و شغل امروزمون چی؟ از 1 تا 10 بهش چند میدید؟ قبل از هر چیزی تیم من و مانی برنده شد همونطور که پیش بینی می‌کردیم. مسی اینا کلاً 400 خورده ای درآمد داشتن برای ما. از اولش هم بوی پیروزی میومد. آره ما انتخابمون یه خورده زیادی لاکچری بود برای این مرحله و منطقه‌ای که داشتیم توش میفروختیم زیاد نتونستیم جنسمون رو خوب بفروشیم، ولی برد ما اینه که شما از این ویدیو لذت ببرید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و اگر که بچه‌ها حرفی دارن بزنن. ببین نمونه کار سنگای 7 چاکرا، ببین پر انرژی، فقط دو تا چاکراش الان هستیم. وای دستتو بیاد. وای چقدر خوشگله. ببین برای سفارش این محصول موجوده تو انباری من و مسی، به دایرکت مودیزون پیام بدید. بعد بچه‌ها اوکی. ما به ویدیوی امروز و تفریح امروز من به شخصه از 1 تا 10 1000 میدم. بله. تو چند میدی؟ بزن قد. نه مسی بیا بزن قدش. نمیتونیم بزنیم ولی حاجی من خودم واقعا امروز از روز قبلی که رفتیم سر کار خیلی بهتر بود. آره واقعا. و کلی دوست پیدا کردیم. عالی. متشکرم از مخصوصا راجان هم که پیشمون. متشکرم از کارو که فیلم برداری این صحنه رو به عهده دیگه به هر حال کاری بود که از دستم برمی اومد. البته کارو رو با ژئو میشناسم. ژئوبال بازی. وایسا بگیر ام هنسین مریوانه. تا هفته آینده خدا خداحافظ.